سلام بینندگان عزیز. شاید اکثر شما دیده بودید و در یاد دارید که بخش تاجیکی رادیو آزادی از 6 ایون تا 6 ایولی سال روان آزمون بهترین ویدیوی خوانندگان تارنمای آزادی را اعلان کرده بود. درخواست این بود که اگر شما برای یک روز خبرنگار آزادی شوید به کدام مسئله ها دقت خواهید داد و توجه جامعه را به چیها جلب خواهید کرد. پیشنهاد شده بود که در موضوع دلخواه خود حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تحصیل، هنر، ورزش و غیره هر چیزی که خواستید ویدیوی 3 دقیقه گیرید به ما بفرستید و در این آزمون شرکت ورزید. حالا سپاسگزاریم که ده ها نفر شما در این سابقه شرکت کردند، ویدیوهای خود را فرستادند، واقعا نوارهای گوناگون و موضوعهای گوناگونی را به تصویر گرفتند. به آنکه به هیچ کدام از آنها در اینجا برتری دهیم، این اولا وظیفه شماست، وظیفه همه خوانندگان رادیو آزادی که نظر خود را بنویسند و همچنین البته وظیفه هیئت داوران، باید گفت هیئت بین المللی داوران که حکم نهایی را برآورند که کدام از این ویدیوها برای جای اول مناسب است، کدام جای دوم، کدام جای سوم. ما مقصد از این نوار این نیست، بلکه مقصد این است که با ما تا این وقت نوارهای زیادی آمدن که میخوایم آنها را به شما معرفی کنیم. مثلا نوار خط شمال خیلی حرفه‌ای است و مشکل مرز تاجیکستان و افغانستان را نشان می‌دهد. هرچند با یک لحظه عادی اما جالب سر می‌شود. معلوم است که چنین نوار را شخصی با تجربه برداشته است و هم از بایگانی‌های گوناگون استفاده کرده است. خدا کند حق کامل مؤلفی آنها را داشته باشد. 50 تا 25 تا عبرت نگردوندن آوردن، 25 گرفتن. ایشوب قاچاق برا باشم که سببش هم قاچاق مواد مقدر میگن، میگم سبب باشه. افغان‌ها از تیر انداختن جانب مملکت شوروی ترس داشتند. همسایه‌ها اکنون زود مهمان ناخوانده میگردند. همین مؤلف با ما یک نوار دیگر فرستاده است که مشقت شغلکاران را نشان می‌دهد، مهنت و زحمت سخت آدمانی را که بعدها به بازار برنج دیوزیره ریگر را پیشنهاد خواهند کرد. می‌بینید که این چندان کاری آسان نیست. اما یک لحظه نادر و کمیاب از خواننده رادیو آزادی با نام واسه به ما ویدیوی رسید که خیلی جالب و خنده آور است. این نوار بدون شر خروس و سگ نام دارد. واقعا صحنه جالبی را در بر گرفته است. بهتر است چیزی نمیگوییم، شما ببینید و فکر و اندیشه خود را به ما بنویسید. و نواری صمیمانه از امین جان نبی درباره زیارت یک مکان مقدس، یک مزار و هم غاری که در نزدیکی آن است، ولی افسوس نوار در جالبترین پایتش به پایان رسیده است. خود ببینید و بها دهید. بعضی از دوستان ما نتوانستند نواری خود را به واسطه صفحه ما بفرستند و در یوتیوب گذاشتند، اما با تاکید آن که این نوار برای آزمون رادیوی آزادی است. این هم قبول است و اگر می‌خواهید در آزمون ما شرکت کنید بشتابید. چند روز دیگر ماند و به زودی نتیجه ها جمع بست میشوند و برندگان صاحب بهترین جایزه های رادیو آزادی اعلان خواهند شد. همه تفصیلات در صفحه آزادی www.azadi.org. سلامت باشید، انتظاریم.